خوش اومدید به دوره Grammar for IELTS. توی این دوره قرار نیست با هم دیگه از اول گرامر رو کار کنیم. مثلا بریم سراغ این که ببینیم simple present چیه یا تنسای مختلف چی هستن. این دوره قرار یک دوره کاربردی باشه برای شما که امتحان آیلتستون نزدیکه، اما حالا به هر دلیلی همیشه تو سطح 5.5-6 باقی موندین و نمره گرامرتون بالا نمیاد. میخوایم با هم یاد بگیریم که اگزامینرها وقتی که ما داریم می نویسیم یا داریم صحبت میکنیم توی امتحان سپیکینگمون دقیقاً دنبال چه ساختارهایی هستن، دنبال چه گرامرهایی هستن و بر اساس چه چیزهایی بهمون نمره میدن و اونا رو با هم دیگه بتونیم خیلی خوب یاد بگیریم. من مهشید عمادی هستم، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران. چند بار امتحان آیلتس دادم و توی آزمون اخیرم تو سال 2024 نمره اسپیکینگم 8.5، رایتینگ 8، ریدینگ و لیسنینگم 9 شد و میخوام تمام قلقا کلکایی که بلدم بهت یاد بدم برای اینکه تو هم بتونی یک نمره 6.5، 7، 7.5 هر چقدر که لازم داری رو توی آزمونت به دست بیاری. خب اصلا گرامر چرا توی امتحان ما مهمه؟ به خاطر اینکه خب گرامر توی آزمون رایتینگمون یکی از معیارهاییه که به ما نمره میدن از بین 4 تا معیار. پس در واقع تو رایتینگ ما 25% نمرمون رو تشکیل میده. تو اسپیکینگ هم همینطور. تو اسپیکینگمون هم گرامر 25% نمره ما رو تشکیل میده. اما منظورمون چیه وقتی میگیم یه نفر گرامرش 5، یه نفر گرامرش 6، یه نفر 7، یه نفر 8؟ ببین کسی که نمره گرامرش میشه 5 معمولاً همونطور که اینجا میبینید نوشته uses a limited range of structures، یعنی این آدم خیلی محدوده کمی از گرامرها رو میتونه استفاده کنه. بیشتر جمله ها سادن، در حد simple present هستن و خیلی توی همون چیزای ساده‌ای که داره مینویسه ارورهای به شدت زیادی داره که باعث میشه که ما به عنوان خواننده نفهمیم که چی نوشته و باعث در واقع اینترفیر شدن understanding ما میشه. کسی که نمرش میشه 6 توانایی اینو داره که از یک ترکیبی از جمله های ساده و جمله های پیچیده استفاده کنه. پس ببین ما وقتی که جمله های پیچیده رو حالا بریم جلو یاد میگیریم که چیا هستن اصلا و چجوری میتونیم بسازیمشون، اما جمله های پیچیده زمانی وارد بند اسکریپتر میشن که از نمره 6 به بعد هست. پس این به من نشون میده من حتی اگر در یه حد خیلی محدودی از جمله های کامپلکس هم پیچیده هم حتی بتونم استفاده بکنم، میتونم مینیموم 6 رو توی بحث گرامر بگیرم. داشتم میگفتم پس کسی که نمره گرامرش میشه 6 یعنی چجوری نوشته؟ یعنی یه میکسی داشته از simple sentences و complex sentences، اما باز ارورهایی که داشته ارورهای نسبتاً زیادی بودن، اما این ارورها بیشتر در حد پانکچویشن یا ارورهایی نیستش که باعث بشه که ما نفهمیم که نویسنده چی نوشته. توی نمره 7 ما میبینیم نوشته uses a variety of complex structures. پس یک نمره 7 اگه بخوایم تعداد بدیم تقریبا توی اسپیکینگش یا توی رایتینگش حدود 10 تا 12 تا میتونه کامپلکس استراکچر رو استفاده کنه. گفتم حالا عجله نکنید اینکه کامپلکس استراکچر ها چیان و چجوری میتونین ازشون استفاده کنین رو جلوتر که رفتیم با هم دیگه حسابی کار میکنیم. پس بین 10 تا 12 تا کامپلکس استراکچر و بیشتر جمله هایی هم که
داره میسازه جمله های error free هستن. پس در واقع بیشتر جمله ها مشکل گرامری ندارن و میستیک های اشتباهی داره، چه توی پانکچویشن یا هم ویرگول گذاری و علامت گذاری ها که اون رو هم با هم کار میکنیم، چه توی ساختارها. مثلا میگم اگر although رو استفاده کرده دیگه پشت بندش but نیاورده. و خب توی 8 دوباره میشه variety of wide range of structures، همه استراکچرهای مختلف رو میتونه به راحتی استفاده بکنه و مشکلی توی برقرار کردن ارتباط نداره. دقیقا این هم توی رایتینگ بچه ها به این شکله و هم توی سپیکینگ به همین شکل خواهد بود. پس حالا که ما یاد گرفتیم که آقا فرق 5 و 6 و 7 و 8 با هم دیگه چیه، راحت تر میتونیم این آگاهی رو به دست بیاریم، این کنترل رو داشته باشیم روی رایتینگمون یا روی صحبت کردنمون و بتونیم یک سلف ایوالویشنی داشته باشیم از اینکه چه عمل کردی داشتیم در طول آزمون. خب بریم اول ببینیم که انواع مختلف جمله چیا هستن. اما قبلش بریم با کلاز آشنا بشیم. بچه‌ها ما به چه چیزی میگیم یک کلاز توی یک جمله؟ یک کلاز یک گروهی از کلمه هاست که شامل فاعل و فعل میشه. مثلا computers are important. میبینی؟ یک جمله است که یک کلاز داره، یه سابجکت داره و یه فعل داره. جمله بعدی رو با هم نگاه کنیم. یک جمله است اما 2 تا کلاز داره. Computers are important but they are dangerous too. میبینی 2 تا جمله است که با but به هم وصل شده، شامل 2 تا فاعل computers they و 2 تا فعل are. توی بعدی جمله ای رو داریم که یک جمله است اما شامل 3 تا کلازه، یعنی 3 تا گروه سنتنس داره. مثلا computers are important but they can be dangerous too so we must be careful. میبینی 3 تا کلاز با کلمه های مثل but و so به هم وصل شده و یک جمله کامل رو ساخته. خب حالا یه دونم 4 کلازه ببینیم. Computers are important یک کلاز but they can be dangerous too 2 تا کلاز so we must be careful 3 تا کلاز when we use them 4 تا کلاز. پس در واقع 4 تا کلاز در کنار هم قرار میگیره برای اینکه یک جمله واحد رو تشکیل بده. خب حالا ما اگر که سابجکت و ورب نداشته باشیم چی؟ وقتی ما سابجکت و ورب نداریم دیگه به اون جمله نمیگیم کلاز، بلکه به اون جمله میگیم یک فریز. مثلا In many countries around the world میبینی در بسیاری کشورها در طول دنیا، در دور دنیا، به این میگیم یک فریز و بعدش در واقع داره یک کلاز میاد. Flooding یا همون سیل is becoming more common. پس بچه فریز مجموعه ای از کلمه هاست بدون اینکه سابجکت و ورب داشته باشه. معمولا هم بهشون میگیم noun phrases. یعنی ما توی writing IELTS و توی speaking IELTS خیلی زیاد با noun phrase ها سر و کار داریم و پشت بندش در واقع کلاز اصلیش که flooding فاعلشه is becoming فعلشه آورده شده. خب اما
اصل مطلب ما، اصل کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه. اول از همه میخوایم با sentence types آشنا بشیم. انواع مختلف جمله چه چیزایی هستن؟ بچه‌ها ما 4 مدل جمله داریم. جمله های ساده، جمله های compound، جمله های پیچیده یا کامپلکس، جمله های compound complex که به جمله های compound جمله های مرکب گفته میشه توی فارسی. باید بریم ببینیم اول جمله سیمپل چیه. بچه جمله سیمپل جمله‌ایه که یک clause و فقط یک سابجکت و یک فعل داره. پس ما به این میگیم جمله ساده، جمله سیمپل. مثلا computers are important in the modern world. میبینی computers فاعلته، are فعلته و این یک clause هست. حالا نکته‌ای که مهمه شما بلد باشید اینه که این فعله بچه‌ها میتونه تو تمام 12 تا تنس ما قرار بگیره، یا میتونه اکتیو باشه یا میتونه پسیو باشه. پس لزوماً جمله ساده به معنی این نیست که فهمیدنش ساده است یا خیلی آسون نوشته میشه. مثلا حتی این جمله هم جمله ساده‌ای به نظر میرسه، یعنی به حساب میاد. نگاه کن، من اگر بیام بگم various research has been done in recent years. میبینی این هم حتی یک جمله ساده به حساب میاد، با اینکه مجهوله و با اینکه present perfect هستش، ولی با این حال یک clause. میبینی؟ یعنی به هیچ clause دیگه متصل نیست. پس به این ما میگیم یک جمله simple، یک جمله ساده. نگاه کن، حتی اینجا computers and other technological devices are important in the modern world. اما در واقع اینجا باز جمله ساده است. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که 2 تا سابجکت داریم، ولی این سابجکت برای جمله مجزا نیستش، که برای همین جمله هستش. تا اینجا اوکی؟ خب باز اینجا نگاه کن، درسته که اینجا 2 تا ورب داریم. نگاه کن I search for information and play games on my computer. اما اینجا درسته ما and داریم، اما چون یه سابجکت داریم پس در واقع این یک clause باز به حساب میادش. پس من دنبال اطلاعات گشتم و بازی کردم با کامپیوترم. اوکی؟ پس اینجا چون سابجکتمون عوض نشده و در واقع 2 تا جمله ساده جداگونه‌ای نداریم، اینا همه بخش از یک جمله میشه و پس در واقع باز یک clause و یک جمله ساده به حساب میاد. بریم سراغ compound sentences. بچه‌ها جمله های compound چی هستند؟ فکر کن ما یه جمله ساده رو میخوایم وصل کنیم به یه جمله ساده دیگه، اما این 2 تا جمله ساده سابجکت هاشون با هم فرق میکنه. مثلا نگاه کن، یه همچین جمله میگیم که COVID-19 had spread around the world. پس COVID-19 کرونا در کل دنیا پخش شده بود. Scientists had to invent a vaccine. خب ببین 2 تا جمله ساده دارم. این 2 تا جمله من فاعل‌های
متفاوتی دارن. میبینی؟ پس فاعل جمله اولم مثلا هست COVID-19 و فاعل جمله دومم هست scientists. حالا که این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، من اگر بخوام اینا رو با یکی از این کلمه ها، ببین for and nor but or yet و so به هم وصل کنم، ببین با چی میشه. ببین for به معنی برای نیست، اینجا for به معنی چون که است، به معنی because هست. خب اندو که میتونیم، nor به معنی نه، اوکی، به معنی مثلا میگیم نه این نه اون. خب با تو میدونیم، او رو میدونیم. بچه یت اینجا به معنی هنوز نیست، بلکه یت باز اینجا به معنی باته و سو هم برای نتیجه گیری به معنی پس، بنابراین، در نتیجه، بیشتر پس هستش. حالا الان رابطه این دوتا جمله با هم چیه؟ میگه کووید-19 دور دنیا رو گرفته بود، پخش شده بود، ساینتیستا باید یک واکسن اختراع میکردن. رابطه این دوتا جمله با هم علت و معلولیه، درسته؟ پس اینجا میگیم که پس ساینتیستا باید یک واکسنی رو اختراع میکردن. حالا من میام پس از سو استفاده میکنم، درسته؟ اینجا میام مینویسم so scientists had to invent a vaccine. اما نگاه کن، در واقع اینجا سو من داره جای چی رو میگیره؟ جای اون نقطه رو داره میگیره. در واقع من اینجا یک نقطه داشتم دیگه که قبل اینکه سو باشه یه جمله کامل بود، نقطه یه جمله کامل بعدی. حالا در واقع این سو داره جای این نقطه رو میگیره. پس من برای اینکه نشون بدم که اینا دوتا جمله مجزا هستن، قبل از سو میام یه دونه ویرگول میذارم. پس بحث پانکچویشن، نقطه گذاری جمله های کامپاوند این شکلی میشه. و حالا من از ترکیب دو تا جمله سیمپل در واقع یک جمله کامپاوند به وجود آوردم. بیاید با هم بریم مثال های دیگه ای ببینیم. یادتون باشه فقط همین 7 کلمه هستن که میتونن جمله کامپاوند به وجود بیارن. هیچ کلمه دیگه ای نیست که بتونه جمله کامپاوند به وجود بیاره و به اینا میگیم فن بویز. یعنی اول هر کدومو که بزنیم کنار هم به کلمه میرسیم بهش میگیم فن بویز و راحته برای شما که بخواد یادتون بمونه. بچه اسم اینا هست کانجانکشن. حالا مهم نیست اسمش هم لزوما بلد باشی، ولی اگر جایی شنیدی بدون که به اینا میگیم کانجانکشن. خب اما مثلا بعضی هاشون کامن ترن، یعنی and و but و or و so از for و nor و yet مصطلح تر هستن. شما ناخودآگاه از and, but, or و so بیشتر استفاده می کنید. خب بچه بریم چند تا مثال ببینیم. میگه computers are important but they can be dangerous too. میبینی؟ Computers are important یک clause. They can be dangerous too یک clause. خب این دوتا رو ما اومدیم با but به هم وصل کردیم و حواسمون بوده که قبل but حتما یک کاما باید قرار بگیره. حالا نگاه کن دوباره. Computers are important در واقع ببین یه فعل و فاعل. But they can be dangerous too دوباره یه فعل و فاعل جدید. So we must be careful دوباره یه فعل و فاعل. پس واقع 3 تا جمله ساده است با but و so به هم وصل شده و حالا که به هم وصل شده قبل اینا یه ویرگول قرار میگیره. خب حالا یه نگاه کن ببین چرا این اشتباهه. میگه computers are used widely
in most countries now and they are a sign of progress and we must ensure everyone has access to them. خب بچه ما نمیتونیم خیلی زیاد بیایم هی جمله ها رو هی با and به هم وصل بکنیم. شما یا باید از در واقع تو هر جمله که استفاده میکنین از یه دونه از این کانجانکشن استفاده کنی یا اینکه هی تنوع بدی. مثلا این شکلی ممکنه باشه، مثلا بگی computers are used widely in most countries and they are a sign of progress. اینجا نقطه بذاری، جمله رو تموم کنی، بعد بگی we must ensure everyone has access to them. یعنی این شکلی میشه، یعنی دوتا رو اگه با and وصل کردی نقطه، جمله بعدی. یا بیای کانجانکشن تو عوض بکنی، مثلا بگی که computers are used widely in most countries now and they are a sign of progress so we must ensure everyone has access to them. پس نکته که اینجا وجود داره اینه که نیاییم هی بگیم and یا so یعنی هی این کانجانکشن ها رو پشت هم تکرار نکنیم، به خاطر اینکه اینا میتونه از ما نمره کم بکنه. امیدوارم تا اینجا همه چی براتون واضح بوده باشه. خب تا سر کامپلکس استراکچر ها الان با هم دیگه رفتیم. این بود در جلسه اولمون. سعی کنیم که 10 تا جمله سیمپل و 10 تا جمله کامپاوند بسازید و سعی کنید فن بویز ها رو خیلی خوب تمرین بکنید و جلسه بعد میریم وارد این میشیم که اصلا کامپلکس سنتنس ها چه چیزهایی هستن. بس تا جلسه بعد بدرود.